کجا به سلامتی؟ بابا گفته بودم که میخوام با بچه‌ها برم شمال. مامان اجازه داده بودی داستان نکنم. با اجازت چه کار دارم؟ لباس جادت که این باشه. ببین تو چمدون چه خبره. بیا بریم. آهان حالا شد. بیا اینجا ببینم. آدم میخواد بره تو جاده شمال یه ست دورس و شلوار بپوشه. اگه میخوای مدرس جاده چادوس باشی یه رنگ شاد بپوش. اگه میخوای ترندی باشی رنگ قهوه‌ای. نگاه چقدر گنگی هم هست. اینو میپوشم با این کلاه عینکه چه سلفیایی بگیرم تو جاده. یه ست وامبر شلوار تنیسی که عصر رو میخوای بری شیرینی لیلی بپوشی. اونجا همه تیپا ترندی و اداییه. من میدونم این ترند ایساست، تو نمیدونی؟ چقدر این ستا واسه سفر کاربردی و راحتن. با آیتماش میتونم چند تا استایل مختلف بسازم. همه استایلت هم نباید راحت و اسپورت باشه. یه استایل شیک و پینترستی هم میخوای. دیده بودم آیتمای جیر و چرم خیلی ترندن، اما هیچ کدوم انقدر خاص نبود که به دلم بشینه. اینا رو بپوشم سفر بعدی منو با خودشون نمیبرن ها. استایل جنگل روز بارونی شمال چیه؟ اسمش روشه دیگه، بارونی. با این استایل لای برگای پاییزی جنگلی عکس میگیرم میذارم پروفایلم. اما دمت گرم دو شابرون میرم. نرفتم. خدافظ.